تاریخی ساختمان راه‌های نقلیاتی. بعد از آنی که نقلیات ها ساخته شدند و به استفاده مردمان قرار گرفتند، فکری به میان آمد: آیا این نقلیات ها یا خود اتومبیل ها در همان راه های کهنه مالگذار می روند؟ برای آنها راه های نو باید ساخت. هنگامی که نخستین نقلیات ها برآورده شدند، هر کس این گونه نقلیات ها را نداشت، یعنی دسترسی همگان نبود. تنها اتومبیل ها را میلیاردرها می خریدند. یک مرد امریکایی با نام هنری فورد کاری کرد که اتومبیل را تمام مردمان امریکا هم داشته باشند. امریکایی ها از آخرهای عصر 19 به ساختن راه های اسفالت پوش آغاز کردند. در اول میان شهرهای پر جمعیت این گونه راه ها ساخته می شدند. ده ها سال گذشت. امریکایی ها دیدند که اتومبیل ها روز تا روز زیاد می شوند. باید راه های ساخت از این شهر به آن شهر. تمام شهرها به واسطه این راه ها به هم پیوست شوند تا اتومبیل ها از این شهر به آن شهر، از آن شهر به شهر دیگر روند و آیند. به یگان شک و شبهه می توانیم گوییم که بزرگ راه ها نخستین بار در دنیا در امریکا ساخته شدند. اگر به اروپا رویم، به آلمان که این هم در اروپا است، ساختن چنین بزرگ راه ها از سال 1932 آغاز می شود. برای این کار در کل آلمان 400,000 نفر را جمع می کنند. برای ساختن این گونه راه ها یا خود بزرگ راه ها سهم آدولف هیتلر در آلمان نهایت زیاد است.